آپدیت جدید از خواب باشدم. اگه این ویدیو رو نمیگرفتم هی پشت گوش مینداختم. پس با همین قیافه از اون بپذیرید. از دکوراسیون چه خبر خاصی نیست فعلا. یه سری چیزا سفارش دادم بعد برسه تا بتونم بقیه کارا رو انجام بدم. بعد اینکه یه سری فرش سفارش دادم و یه سری چیزا که اون امروز فکر کنم میرسه و نشونتون میدم. بس هم رسیدن. Oh my god! What is that? قرار نبود این فرش انقدر کوچیک بشه. این قرار بودش سطل آشغال اتاق من باشه. سطل آشغال اتاقم. ببینیم فرشو کجای اینجا رو میگیره. واقعا پشمام. همینقدر دقیقا همینقدر اتاقو میگیره از این اتاق. نمیدونم چی بگم واقعا. اصلا اینا چیکار کنم من جدا. نتیجه نهایی از چیزی که به وجود اومد اینه که این چیه؟ اون چیه الان واقعا؟ و این و اون و این. آپدیت جدید اینه که اون سفارشه خیلی مسخره اشتباه رو رفتم پس دادم. یه دونه دیگه از شعبه‌هاشون رو پیدا کردم دنبال اون فرشایی که میخواستم و پیدا کردم، اما نه اون مدلی که من میخواستم. واسه همین باید یه ذره صبر کنم ببینم بار جدید اگه بیارن اونا رو میارن یا نه، چون که یه حالت فرشای ایرانی داشت با قیمت خیلی خوب و دیگه هیچی و این عملیات بی نتیجه موند واقعا. الان فقط یه تخت درسته، یه میز کار که هنوز شلوغه. Stop it. Get some help. نتیجه نهایی دقیقا همینقدر. دقیقا همین.